دروازه بیرون میره. اولادی بالاخره صاحب توپ میشه. فرصت برای یاران پرسپولیس. یرکه بدون توپ مهدوی کیا و این ضربه و واکنش استثنایی رحمتی توپ را از زیر طاق دروازه بیرون میکشه. نوری، مهدوی کیا، کار قشنگ، مهدی مهدوی کیا و این ضربه که بازم رحمتی را به انجام واکنش وادار میکنه. محمد نوری، یه پاس عمقی خوب، موقعیت برای بازیکن پرسپولیس، زائد و توی دروازه. گل برای تیم پرسپولیس و حساب کار 2-1 میشه. زائد چه بازی رو برای گل زدن انتخاب میکنه. معمولا بازی که 2-1 میشه احتمال 2-2 شدنش هم هست. از راست مهدوی کیا رو به جلو حرکت میکنه، سان میکنه روی دروازه، موقعیت و توی دروازه امان زائد پرسپولیس رو به بازی برمیگردونه. به فاصله 2 دقیقه 2 بار دروازه استقلال باز میشه. یه بازی دراماتیک برای پرویز مظلومی که هنوز داره به دقایق گذشته فکر میکنه و پرسپولیسی که در این بازی شکست نمیخوره. زندی و ضربه‌ای که نفسگیر به بیرون میره. بادامکی میبره به گوشه زمین، میخواد کورنر بگیره یا اینکه حرکتی رو انجام بده. همچنان بادامکی، سانتر او بروی دروازه، فرصت، این ضربه توی دروازه گل برای پرسپولیس. یه گل استثنایی دیگه حساب کار رو 3-2 میکنه. امان زائد، یه کشف بزرگ برای پرسپولیس و حالا پرسپولیس بازی 2-1 باخته رو با 10 نفر 3-2 میبره. یه بازی باور نکردنی شد در این دقایق پایانی. خط دفاع استقلال واقعا پر اشتباه و پرویز مظلومی که دیگه رکوردش رو از دست داده